تلاشم، همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخش‌های مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید. کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم، با اون مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است.